سلام، تست ایران رادیاتور مدل M سری B روشن میکنیم. آب گرم مصرفی باز، شوفاژ باز، پمپ اومد تو مدار، فن اومد تو مدار. شعله پایدار شد، شیر برقی روشن، شیر شوفاژ، آب گرم مصرفی، شیر جابجا شد، شیرام سالمه که ثابت شده، این ثابت هستش. این چشمک هایی که میبینیم به خاطر برای فیلم برداری هستش. این چراغ الان ثابت هستش. الان شیر آب گرم مصرفی باز میکنم. بله دیگه شروع به حرکت کرد. من میبندم شیر رو، استوب کرد. شوفاژ بسته، آب گرم مصرفی روشن، پمپ روشن، پایداری شعله، آب گرم مصرفی خاموش، شعله خاموش. مشکلی نداره. خدا حافظشون.